این نمایش اسمش هست درمان خانگی. نمایش فاصله بین نسل هاست. کشمکشی است که بین اعضای خانواده در یک نیمه شب اتفاق میفته در منزلشون. خانواده‌ای که خیلی عاشقانه همدیگر رو دوست دارن. دعوایی که پدر با دختر میکنه و بعد این به تمام خانواده تسری پیدا میکنه و ما هرچی ما احساس کنیم آدمای بروزی هستیم نسبت به اونا بازم نمیتونیم. هر چند که خیال میکنیم مثلا ما خیلی بهتر از نسل قبلمون عمل کردیم، اما واقعا این فاصله هست دیگه همچنان. خیلی این نقش شبیه من بود. اینا رو یه روزی من خودمم از سر گذروندم و همچنان در حال دست و پنجه نرم کردنم حتی باهاشون. بذار از اول بگم چقدر بد گفتم. دوباره از اول بگم. بیرون از خونه. بهزاد آقاجانی گفتش که من یه ایده‌ای داشتم چند سال پیش، وقتی توضیح داد دیدیم ایده جذابیه و ازش خواهش کردم که این ایده رو بنویسه و همین رو ببریم برای اجرا. الحمدلله گروه خوبی هم هستن و چی از این بهتر آدم لذت میبره از کار کردن با آدمای حرفه‌ای. اصرار ندارم که بگم پیام خاصی داریم. حالا اصولا با سوالت که خیلی اوکی نیستم. بیشتر دخترها یا حتی پسرهایی که همسن و سال من هستن این اتفاقات رو دارن تجربه میکنن. یه وقتم هست نه اصلا این نیست و هیچ کارش هم نمیتونی بکنی، بستگی داره، چون همه خانواده‌ها که شبیه همدیگه نیستن، همه پدر مادرها مثل هم رفتار نمیکنن. چون نقشی که بازی میکنم میگم شبیه حداقل 70% زنهای ایرانی توی خانواده است. به شدت برای من آشنا بود این خانواده. فرزند اون خانواده با اون خانواده نمیتونه ارتباط درستی برقرار بکنه. این نمایش دقیقاً همین اتفاقا رو داره نشون میده و اینکه ارتباطیه که بین آدم‌ها گاهی به سختی شکل میگیره، به ویژه وقتی که اختلاف نسلی به وجود میاد، نسل جدید با نسل قبل‌تر. ما دستور بده و پیشنهاد دهنده به مردم نیستیم، صرفاً دغدغه‌هامون رو بیان میکنیم. پروژه دوستان توی دفتر من دیگه سریع‌تر انجام میشه. وضعیت تئاتر مشهد که الان خیلی خوبه. اصلا در یک کلمه و دو کلمه نخواهد گنجید. اصولا هم اهل بهبه چهچه کردن نیستم. به نظر من کاملا رو به بهبوده. روند چند ساله است که الان کار با کیفیت، مردم کارا رو دوست دارن، میان میبینن. به نظرم هر روز بدتر از دیروز، یعنی اتفاق جذابی نمیاد. و من هنرمندانی رو دارم میبینم و باهاشون صحبت میکنم که سالیان پیش تئاتر کار میکردن و یه مدت فاصله گرفته بودن. و این مگه قرار باشه همینطوری پیش بره؟ فکر میکنم حداقل تئاتر مشهد مثل قبل همچنان حرف برای گفتن داره بعد از تهران. نمایش درمان خانگی از 6 آذر ماه 1404 ساعت 18:30 در پردیس تئاتر مستقل. خیلی خوشحال میشم که توی سالن ببینمشون.